یعنی از این جنگ که ما خود ناراضی هستیم، از این سلاح که ما خود بدش میبینیم، تنها برای آن استفاده کردیم که امروز ما را بشناسند که ما هم هستیم. و الحمدلله که امروز با سعی و کوشش پیش از همه استاد بزرگوار و نصیحت های این کس از روز اولی که ما هجرت کرده بودیم و اینچنین با تشبث خود نهضت اسلامی تاجیکستان که اولین بار با راه‌های سیاسی و مذاکرات حل کردن قضیه را اقدام نبوده بود، با مذاکرات شروع شد و 3 دور مذاکرات در تهران، اسلام آباد و اول در مسکو و چندین مشوره ها، جلسه های مشورتی هم گذشت و ما از این منطقه ها، از این کشورهایی که برای نزدیک شدن ما، قریب شدن دو گروهی درگیر در تاجیکستان سعی و کوشش کردند، از این فرصت استفاده کرده تشکر خود را ابراز می دارم. و در آخر این سعی کوشش آنها بود که امروز ما را با جناب آقای امام علی رحمانوف ملاقات کنند و اقدام آقای رحمانوف برای آن که او در هر کجا و در هر وقت که باشد با رهبریت نهضت اسلامی و رهبریت اپوزیسیون ملاقات می کند، این اقدام خوبی بود و حتی در ملاقات اول من به این کس گفتم که این اولین کار، بهترین کار سیاسی شما در حیات سیاسیتان است. البته این کار خیلی بهتر در حیات سیاسی یک انسان در آن وقت مثمر ثمر خواهد شد که نتیجه داشته باشد، در آن وقت قدر و قیمت خواهد داشت و این در تاریخ باقی خواهد ماند که به ثمر و نتیجه برسد. من وقتی که می خواهم که صلح بکنم، آشتی بکنم، اقدام میکنم و در این هیچ گونه سیاست بازی، تبلیغی یا اینکه راه نفاق وجود ندارد. هر اقدام و حرکت میکنم حرکت واقعی است و نمیخواهم که جانب مخالف را با راه فریب بدهم. و در آن وقت ما و جناب امام علی رحمانوف به توافق خواهیم رسید که اولا ما در این گفت و شنیدی که میکنیم، در این جلسه هایی که میکنیم، در حقیقت بدون نفاق، صادقانه و برای نجات ملت و برای بقای کشور تاجیکان و برای استقلالیت این کشور همیشه در زنجیر صادقانه رفتار بکنیم و دیگر آن که در همه امور ما خودمون استقلال رأی داشته باشیم. اگر رأی و فکر ما
از خود ما باشد و کسی ما را به این و آن تحمیل نکند، من باوری 100% دارم که ما به نتیجه خواهیم رسید. حضار بسیار گرامی، جهادی که ما شروعش کردیم تنها برای رسیدن به حقوقهای اسلامی ما هست و هنوز در دوران شوروی سابق که حزب کمونیست حاکم تاجیکستان بود، هرگز کمونیستا ادعای به خداگی نمی کردند. اگر کمونیست ها را کافر می گفتی، اونها بسیار از این غضبشان می آمد، ناراحت می شدند. اگر کمونیست را می گفتی که تو کمونیست نیستی، اون ناراحت نمی شد. پس فهمیده می شد که در قلب آنها از اعتقاد به عقاید کمونیستی دیده زیادتر اعتقاد به خدا داشتند. امروز این حزب از تمام عالم بیرون شد. این حزب در پیش عالم بشریت رسوا و رد معرکه شد. دیگر جامعه بشری این را قبول ندارد. من مطمئن هستم از این. ولی که ما چی میخواهیم؟ ما میخواهیم که این توافق، این صلح، این آشتی ما را به آزادی عقیده و ایمانمان بازگرداند و جناب آقای امام علی رحمانوف و دیگر رهبریت کشور تاجیکستان باید خوب بدانند که مردمی که در تاجیکستان زندگی میکنند زیاده از 30% همه مسلمان هستند و خود این رهبرها نیز مسلمان هستند. حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که هر کس که امر 10 نفر از امتان من در دست او باشد، روز قیامت او آورده می شود، دستاش با زنجیر بسته شدند. هر کس که 10 یعنی راهبر 10 نفر از امت پیغمبر باشد، روز قیامت دستاش بسته شده کشیده آورده می شود. اگر عدل کرده باشد، همون عدل این زنجیر را کشاده می کند و این را می برند به جنت. اگر جور کرده باشد، جبر و ظلم او را می برد به دوزخ. بنابراین امروز مردمی که در خارج کشور هم هستند، اینها شهروندان همون کشور هستند. هر مصیبت، هر جور، هر ظلم می شود، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته و الامام راع و مسئول عن رعیته. هر کدام شما به منزله پاسبان هستید و شما از رعیه خود پرسیده می شوید، مخصوصا پیشوای یک ملت، راهبر یک ملت، رئیس یک ملت به منزله پاسبان است و از آنها پرسیده می شود. ما انشاءالله که در صحبت هایی که داشتیم یک همدیگر فهمی و یک دردی که در خود می بینیم، اون درد را هم در آقای رحمانوف دیدیم و اگر این درد ما درد صادقانه باشد، انشاءالله که کار ما به نتایج خواهد رسید و صلح و امانی برقرار خواهد گشت و مردم مهاجر به خانه های خود خواهند برگشت و خوش و خوشبخت زندگی خواهند کرد. ولی از بعض اخبارات و از بعض سر و صداها میشنویم که امروزها در تاجیکستان باز همون کمونیستا میخواهند که ساخت شوروی سابق را
با از نو احیا بکنند. یا که به اصطلاح دیگر بعضی از افراد دیگر پیدا می شود که برخلاف آرزو و آرمانهای ملت می خواهند که با روسیه همراه باشند. ما از این چیزها حذر کنیم و کوشش کنیم که کسی دیگر ملت ما را فریب مدهد، کسی دیگر زنجیر استعمار در پای این ملت نبندد، کسی دیگر نتواند که آزادی و استقلالیت ما و شما را سلب کند. انسان ها تصور نمی کردند که آنها آزاد نیستند. آنها گمان می گفتند که شما آزاد نیستید، می گفتند که ما آزاد هستیم، ولی که نمی دانستند که بند در کجای آنهاست، زنجیر در کجا بسته شده است. بند اندر پای نیست، بند اندر دل است، مشکل در مشکل است. علامه لاهوری محمد اقبال چنین میگوید: اون بنده که این استعمارگرا انداختند در پا نیست که او را ببینی و کوشش کنی برای رها کردنش، بند در دل است. انسان استعمار را از داخل قبول می کند. وقتی که نیتش نسبت ملت خودش اگر مستقل نباشد و همیشه خودش را وابسته با این یا و آن کشورهای بیگانه یا گروههای بیگانه بداند، این مستقل حساب نمی شود. من انشاءالله که از این جلسه ها و از این دید و بازدیدهایی که و از این زحمت هایی که برادرها برای اصلاح ذات البین میکشند یک فال خوبی میگیرم و باوری دارم که انشاءالله آینده جلسات ما با همه اون آرمان ها و آرزوهایی که ما داریم ما را برده میرساند و یک وحدت و یک پارچگی در بین ملت جفا کشیده تاجیکستان به وجود می آید و انشاءالله که ما آزاد و مستقل خواهیم شد و کشور ما هم یک کشور خوشبخت و مردم ما هم خوشبخت خواهند گشت. و در آخر هم دعا می کنم که خدای تبارک و تعالی این کشور اسلامی افغانستان را و این راهبریت بزرگواری آن را همیشه در امنیت خود نگه دارد و این اختلافات و تشنجاتی که در این کشور است به زود برطرف شود تا اینکه این کشور پشتیبانه همه کشورهای مستضعف منطقه بگردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در تاجیکستان باز همون کمونیستا میخواهند که ساخت شوروی سابق را با از نو احیا بکنند. یا که
به اصطلاح دیگر بعضی از افراد دیگر پیدا می شود که برخلاف آرزو و آرمانهای ملت می خواهند که با روسیه همراه باشند. ما از این چیزها حذر کنیم و کوشش کنیم که کسی دیگر ملت ما را فریب مدهد، کسی دیگر زنجیر استعمار در پای این ملت نبندد، کسی دیگر نتواند که آزادی و استقلالیت ما و شما را سلب کند. انسان ها تصور نمی کردند که آنها آزاد نیستند. آنها گمان می گفتند که شما آزاد نیستید، می گفتند که ما آزاد هستیم، ولی که نمی دانستند که بند در کجای آنهاست، زنجیر در کجا بسته شده است. بند اندر پای نیست، بند اندر دل است، مشکل در مشکل است. علامه لاهوری محمد اقبال چنین میگوید: اون بنده که این استعمارگرا انداختند در پا نیست که او را ببینی و کوشش کنی برای رها کردنش، بند در دل است. انسان استعمار را از داخل قبول می کند. وقتی که نیتش نسبت ملت خودش اگر مستقل نباشد و همیشه خودش را وابسته با این یا و آن کشورهای بیگانه باشیم، اگر رأی و فکر ما از خود ما باشد و کسی ما را به این و آن تحمیل نکند، من باوری 100% دارم که ما به نتیجه خواهیم رسید. حضار بسیار گرامی، جهادی که ما شروعش کردیم تنها برای رسیدن به حقوقهای اسلامی ما هست و هنوز در دوران شوروی سابق که حزب کمونیست حاکم تاجیکستان بود، هرگز کمونیستا ادعای به خداگی نمی کردند. اگر کمونیست ها را کافر می گفتی، اونها بسیار از این غضبشان می آمد، ناراحت می شدند. اگر کمونیست را می گفتی که تو کمونیست نیستی، اون ناراحت نمی شد. پس فهمیده میشد که در قلب آنها از اعتقاد به عقاید کمونیستی دیده زیادتر اعتقاد به خدا داشتند. امروز این حزب از تمام عالم بیرون شد. این حزب در پیش عالم بشریت رسوا و رد معرکه شد. دیگر جامعه بشری این را قبول ندارد. من مطمئن هستم از این. ولی که ما چی میخواهیم؟ ما میخواهیم که این توافق، این صلح، این آشتی ما را به آزادی عقیده و ایمانمون بازگرداند و جناب آقای امام علی رحمانوف و دیگر رهبریت کشور تاجیکستان باید خوب بدانند که مردمی که در تاجیکستان زندگی میکنند زیاده از 30% همه مسلمان هستند و خود این رهبرها نیز مسلمان هستند. حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که هر کس که امر رهبریت نهضت اسلامی و رهبریت اپوزیسیون ملاقات می کند، این اقدام خوبی بود و حتی در ملاقات اول من به این کس گفتم که این اولین کاری
بهترین کار سیاسی شما در حیات سیاسیتان است. البته این کار خیلی بهتر در حیات سیاسی یک انسان در آن وقت مثمر ثمر خواهد شد که نتیجه داشته باشد، در آن وقت قدر و قیمت خواهد داشت و این در تاریخ باقی خواهد ماند که به ثمر و نتیجه برسد. من وقتی که می خواهم که صلح بکنم، آشتی بکنم، اقدام میکنم و در این هیچ گونه سیاست بازی، تبلیغی یا اینکه راه نفاق وجود ندارد. هر اقدام و حرکتی میکنم حرکت واقعی است و نمیخواهم که جانب مخالف را با راه فریب بدهم. و در آن وقت ما و جناب امام علی رحمانوف به توافق خواهیم رسید که اولا ما در این گفت و شنیدی که میکنیم، در این جلسه هایی که میکنیم، در حقیقت بدون نفاق صادقانه و برای نجات ملت و برای بقای کشور تاجیکان و برای استقلالیت این کشور همیشه در زنجیر صادقانه رفتار بکنیم. و دیگر آن که در همه امور ما خودمون استقلال رأی داشته 10 نفر از امتان من در دست او باشد، روز قیامت او آورده می شود، دستاش با زنجیر بسته شدند. هر کس که 10 یعنی راهبر 10 نفر از امت پیغمبر باشد، روز قیامت دستاش بسته شده کشیده آورده می شود. اگر عدل کرده باشد، همون عدل این زنجیر را کشاده می کند و این را می برند به جنت. اگر جور کرده باشد، جبر و ظلم او را می برد به دوزخ. بنابراین امروز مردمی که در خارج کشور هم هستند، اینها شهروندان همون کشور هستند. هر مصیبت، هر جور، هر ظلم می شود، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته و الامام راع و مسئول عن رعیته. هر کدام شما و منزله پاسبان هستید و شما از رعیه خود پرسیده می شوید، مخصوصا پیشوای یک ملت، راهبر یک ملت، رئیس یک ملت به منزله پاسبان است و از اونها پرسیده می شود. ما انشاءالله که در صحبت هایی که داشتیم یک همدیگر فهمی و یک دردی که در خود می بینیم، اون درد را هم در آقای رحمانوف دیدیم. و اگر این درد ما درد صادقانه باشد، انشاءالله که کار ما به نتایج خواهد رسید و صلح و امانی برقرار خواهد گشت و مردم مهاجر به خانه های خود خواهند برگشت و خوش و خوشبخت زندگی خواهند کرد. ولی از بعضی اخبارات و از بعضی سر و صداها میشنویم که امروزها یعنی از این جنگ که ما خود ناراضی هستیم، از این سلاح که ما خود بدش میبینیم، تنها برای آن استفاده کردیم که امروز ما را بشناسند که ما هم هستیم. و الحمدلله که امروز
با سعی و کوشش پیش از همه استاد بزرگوار و نصیحت های این کس از روز اولی که ما هجرت کرده بودیم و اینچنین با تشبث خود نهضت اسلامی تاجیکستان که اولین بار با راه‌های سیاسی و مذاکرات حل کردن قضیه را اقدام نموده بود، با مذاکرات شروع شد و 3 دور مذاکرات در تهران، اسلام آباد و اول در مسکو و چندین مشوره ها، جلسه های مشورتی هم گذشت و ما از این منطقه ها، از این کشورهایی که برای نزدیک شدن ما، قریب شدن دو گروهی درگیر در تاجیکستان سعی و کوشش کردند، از این فرصت استفاده کرده تشکر خود را ابراز می دارم. و در آخر این سعی کوشش آنها بود که امروز ما را با جناب آقای امام علی رحمانوف ملاقات کنند و اقدام آقای رحمانوف برای آن که او در هر کجا و در هر وقت که باشد با